تا سال 2050 وزن پلاستیک تو اقیانوس‌ها بیشتر از ماهی‌ها میشه. چرا این فاجعه داره اتفاق میفته؟ این ویدیو رو تا آخر ببین. پلاستیک یکی از بزرگترین تهدیدهای محیط زیستی تو جهان مدرن. پلاستیک وارد رودخونه‌ها و اقیانوس‌ها میشه. آب آشامیدنی رو آلوده میکنه و زنجیره غذایی رو مختل. حیوونا پلاستیک رو با غذا اشتباه میگیرن، دچار خفگی یا مسمومیت میشن و حتی میمیرن. میکروپلاستیک هایی که تو ماهی‌ها و غذاهای دریایی جمع میشن با سموم وارد بدن انسان میشن و سلامت ما رو تهدید میکنن. بحران پلاستیک میلیاردها دلار ضرر اقتصادی داره و تا سال 2060 تولید پلاستیک 3 برابر میشه. حالا نوبت توئه. برای حفظ محیط زیست پلاستیک کمتری استفاده کنی و این ویدیو رو برای دوستات بفرستی. ممنون که برای داشتن یه زمین نو همراهمونید.